به نام خدا. گالری طلا نادری. امروز میخوام یه ترفند که نه، میخوام یه موضوعی به شما دوستان بگم که در خرید خیلی دقت کنید. ببین دوستان، این مدل علنگوهای آینه‌ای سعی کنید تا جایی که میتونید از این علنگوها نخرید. به چه دلیل شما الان خدمت شما عرض میکنم. وزن این طلا 3 گرم و 130 سوت هست. دوستان، علنگوهای آینه‌ای اینا رو قبل موقع ساخت چون صورت لوله‌ای هستن داخل این یه سری پودر میریزن که وزن این علنگو سنگین بشه. به این صورت. الان میخوایم وزن خالص این طلا رو به دست بیاریم. این ترازو رو ما صفر میکنیم. سه گرم و 70 سود. وزن این طلا چند گرم بود؟ 3 گرم و 130 سود بود و الان 3 گرم و 70، 3 گرم و 80 سود. یعنی تقریبا 90 سود، معذرت میخوام، 160 سود تا 70 سود پودر داخل این علنگوی آینه‌ای ریختن. پس تا جایی که میتونید علنگوی آینه‌ای نخرید.